سلام، من وسیل نیرومند و ما اینجا یوتک تاکه. یوتک تاک پادکست دانشکده مدیریت صنعتی و فناوریه. ما تو یوتک تاک قرار خصوص فصل اول اون یعنی براتونما قرار راجع به پیدا کردن مسیرمون صحبت کنیم. یه تفاوت خیلی جزئی داره یوتک تاک با بقیه پادکست ها. این همینه که ما یک قسمت‌های مجزا و جدا از هم تولید نمی‌کنیم. ما یک مسیر طراحی می‌کنیم و در انتهای مسیر به کمک خود شما یه جمع‌بندی می‌کنیم که آخر کدوم مسیر بریم. تلاشمون اینه که توی یوتک تاک مهمون‌های متفاوتی با مسیرهای متفاوتی رو انتخاب کنیم. مهمون این قسمت ما جناب آقای مهندس شهریاری هستن، مدیر عامل مپنا بویلر. در خدمتتون هستیم که خودشون جوری که خودشون دوست دارن معرفی کنن. سلام عرض میکنم. از شرکت حضورتون من فردین شهریاری هستم، متولد سال 1351، دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر یا پلی‌تکنیک، سال 74 فارغ التحصیل شدم. از آن سالم فعالیت‌های کاریم شروع شد تا الان که در خدمت شما هستم. بسیار عالی. خب همونطور که میدونید یوتک تاک ادامه یک سمینار هست که ما مهمانه رو که دعوت میکنیم در سمینارهای انتقال تجربهمون، بعدش یک محتوای تصویری و صوتی تولید میکنیم در جهت دیده شدن بیشتر توسط مخاطبین. سوالی که اینجا مطرحه، خب ما توی سمینار امروز صبحمون یک ویدیوی 10-12 دقیقه‌ای از تعریف و توضیح راجع به مپنا بویلر داشتیم. اما مهندس شهریاری ممکن هست در چند دقیقه اصلا ما بگید مپنا بویلر چیه؟ فکر می‌کنم هممون یک طور اسم مپنا رو شنیدیم، اما مپنا بویلر چیکار میکنه دقیقاً؟ شاید وجود شرکت مپنا وقتی که تأسیس شدش به این فکر بودش که کل نیروگاه رو ساخت و داخل کنه. نیروگاه میدونین که تشکیل شده از اجزای مختلفی که شاید از اصلی ترین تجهیزاتش توربین گاز باشه، توربین بخار باشه، سیستم کولینگ باشه و یکی از این مهمترین تجهیزات بویلره. بویلری که اولین بار برای مپنا بویلر یا اون موقع مسبار شناخته میشد تعریف شد بویلرهای HRSG بود، یعنی هیت ریکاوری استیم جنریتور. کارشون چی بود؟ میدونید که توربین گاز وقتی کار میکنه، برق رو تولید میکنه، دود خروجی و بویلرش رو بالای 500 درجه از توربین گاز خارج میشه و وارد محیط زیست میشه. خب اولا از این دود خروجی خیلی راحت و با تکنولوژی‌های موجود میشه برق تولید کرد بدون مصرف مجدد سوخت. فلسفه وجودی و تأسیس شرکت مپنا بویلر همین بود که بویلرهای HRSG رو طراحی و تامین ساخت و نصب کنه که این فرآیند از سال 78 شروع شد. بر طبق قرارداد انتقال تکنولوژی با شرکت دوسان، شرکت کره‌ای دوسان، به قرارداد 44 واحدی بسته شد. تو این قرارداد قرار بودش که 19 واحد اول رو شرکت دوسان طراحی کنه، بخش زیاد رو تامین تجهیزات کنه و مابقی مپنا بویلر بسازد. از بویلر 19 به بعد این وظیفه مپنا بویلر یا مسبار اون زمان میشد که به توجه به انتقال تکنولوژی که از طراحان دوستان گرفته بود طراحی هم در دست بگیره که اتفاقا این اتفاق هم افتاد و از اونجا به بعد مپنا بویلر طراحی انجام داد و ادامه دادش. این فرآیند ادامه پیدا کرد به تغییر تکنولوژی‌ها جدیدتری اومد. اون بویلرها معروف بودن به بویلرهای ایکلس. از اونجا به بعد صنعت نیروگاه و صنعت توربین گاز ارتقا پیدا کرد. مدل‌های جدیدی به نام F و H کلاس نیست در اترودگوی بویلرهای سیک ترکیبی پیوست و مپنا بویلر از این مسیر عقب نیفتاد و تونستش که فرآیند انتقال تکنولوژی بویلرهای F به بالا، کلاس F به بالا مشهور هستن و تو سال 96 به شرکت بلژیکی به نام CMI نهایی بنا انتقال تکنولوژی این بویلرها هم داشته باشه. تا همونجوری که تو صحبتام گفتم بیشتر هدف از تأسیس مپنا بویلر این شدش که سوخت و پرتی که وارد محیط زیست میشد بگیره، ازش استفاده کنه، برق تولید کنه، به یه دمای کمتری بفرسته توی محیط زیست که به نفع محیط زیست بودش. این استراتژی، این ایده تو شرکت مپنا بویلر باقی مونده. از اونجا به بعد فرآیندهای شرکت مپنا بویلر به گونه‌ای تعریف شد که همگی در راستای بقای محیط زیست بود، حفظ نگهداری محیط زیست بچه از پایداری. بعد از اون خب توی استراتژی‌های شرکت مپنا بویلر تعریف شد که از نظر آب وضعیت کشور وضعیت مناسبی نیست. به عنوان استراتژی برای مپنا بویلر تعریف شد که توی تصویر و بازچرخانی آب نیز بر نقش موثری داشته باشه. خب این مهم و انجام شد. خدا رو شکر طراحی توسط همکاران داخل شرکت انجام شد و تامین این هم انجام شد و همین الانی که من خدمت شما صحبت می‌کنم 10,000 متر مکعب پروژه آب شیرین کن داره مپنا بویلر
که 35000 متر مکعبش تموم شد و موقعا در دست اجراست. این هم خیلی خوب بود. در راستای همین فعالیت‌ها بود همتون تو جریان منوع شرکت‌ها و فلسفه وجودی دارن یا چشم‌انداز دارن یا مأموریت. فلسفه وجودی متن‌مویده رو اینجوری تعریف کردیم که از در دانش خودش برای ارتقا و حفظ محیط زیست استفاده کنه. تمام پروژه‌ای که تو متن‌مویده الان تعریف میشن، تمام نگم اکثر پروژه‌ای که تعریف میشن و چشم‌اندازی که دیده میشه در این راستاست. یعنی آن تارگتی که واسه همکاران کردیم اونجوری که صبح توضیح دادم اینه که فرآیند و محصول بعدی ما در خدماتی از جمله کربن کپچرینگ. بعد از اون انشالله تو هیدروژن تولید، انتقال و ذخیره‌سازیشون انشالله متن‌مویده برعهده گرفته. همونجوری که می‌بینی همش هم در راستای در حقیقت نگهداشت محیط زیستمونه که همگی این روزا در جریانیم که وضعیت زیاد خوب رو به سامانی نداریم تو این مجموع. با من فکر کنم همینجا پادکست رو قطع کنیم یا 2-3 واحد تنسی دیتا انتقال داده شد کامل با متن‌مویده آشنا شدید. مرسی از این توضیحات مفصل. پس یه خلاصه بخوام از صحبت‌های شیرین شما بیارم، متن‌مویده یه وارد صنعت شده تولیدی و برخلاف برای تولیدی‌ها که میان و تولید میکنن و محیط زیست رو آسیب میزنن، میان تولید میکنن در جهت اینکه محیط زیست رو بهتر هم بکنن. دقیقاً، یعنی ما میایم از بازمانده‌های صنایعی که شاید لطمه‌ای به محیط زیست می‌برن استفاده به این نمی‌کنیم. دقیقاً صنعت جالبی، یعنی دقیقاً توی اون چرخه این بر از آخر به اول میایم و یک چیز خراب رو خیلی هم عالی. خب جناب مهندس شهریاری، مدیر عامل متنا، مسیرشون یک مسیر دانشجویی، این که میگم مسیر دانشجویی خب الان مشخصا دانشجو نیستن، اما شروعشون از دانشگاه بوده. یعنی شروعشون نه از یک سرمایه پیشین، نه از یک اعتبار خانوادگی و نه از یک شغلی که بخوان ادامهش بدن. فکر میکنم مثل عمده مخاطبهای ما. به همین دلیل رویکرد مصاحبه امروز خیلی میپردازه به این مسیره که من و شما جوانهای 20 خورده ساله 18-19 ساله این کشور که عمدتاً مسیرمون دانشجوییه، چطوری این مسیر رو طی کنیم. آقای شهریاری یه خلاصه بگید، حالا 17-18 سال اول به کنار، از 18-19 سالگی تا حالا از 34-35 رو برید ما اونجا یه پرسش داشته باشیم بعد ادامه بدیم. از شنبه که خب منم 168 تو کنکور شرکت کردم. اولین سال رو که کنکور 2 مرحله‌ای شد، خیلی جالب بودش. خب مرحله اول رتبه‌ام شد 442، مرحله دوم شد 229. زمان ما میشه دو روشگیری کنید رشته رشته‌های در حقیقت مورد در حقیقت درخواست اکثر دانشجوها بود از بالا می‌زدن. یاد اول برق الکترونیک بود، بعد آیتی بود، بعد عمران بود، بعد مکانیک. خب ما هم به همین سبک و سیاق رفتیم و رشته رو انتخاب کردیم و نهایتا رشته مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر قبول شدم. 169 وارد شدم. سال 74 پایان نامه‌مو دفاع کردم توی شهریور ماه، توی مرداد و شهریور نهایتا فارغ التحصیل شدم. قبل از اون ما اون موقع 2 تا وارد کارآموزی داشتیم که تو 2 تا تابستون آخر دانشجویی بعد انجام میدادیم. وارد اولش که پاس شد زیاد مثبت ثمر نبود. وارد دوم از شانس خوبی که داشتم تونستم وارد دفتر تهران شرکت رزراب بشم. خب اون موقع به خاطر تو در سلاح شخصی بگم کامپیوتر جدید اومده بود، منم علاقه‌مند بودم. یه کامپیوتری اون موقع خیلی هم گرون بود، شاید حدود 200,000 تومان بود، عدد زیاد بود نسبتا. روی کامپیوتر 386 SX خریده بودم، توی خونه بودم، پروژه رو دانشگاهی انجام میدادم، هم باش بازی میکردم هم وب میگرفتم. واسه پیشرفت خوب شد. اون موقع زبان برنامه‌نویسی هم فورتران بودش. برای رزراب که شدم رزراب تو یه فرآیند دریافت در حقیقت گواهینامه ایزو 9001 وارد شده بود. خب کامپیوتر وجود نداشت یا رزراب اولی بود که کامپیوتر اومده بود. این دانش کامپیوتر، دانش مکانیک من به کارم اومد. واقعیت قضیه اینه که خیلی کار می‌کردم، شب تو خونه تا ساعت 1 بیدار می‌موندم، یه سری نقشه رو اتوکد بعد می‌کشیدم، نقشه رو رسم می‌کردم و این حرفا رو ارائه می‌دادم. من فقط این بگم من بعد از اینکه دانشگاهم تموم شد اواخر دانشجویی اتوکد 10 رو درس می‌دادم. بر اساس همون کامپیوتری که گرفته بودم خودم وب گرفته بودم، اتوکد 10 درس می‌دادم. اواخر تو یه سری مجموعه خصوصی دانشگاه شاهد داشت، اونجا هم تدریس می‌کردم. و فقط از اطلاعاتتون اون سرمون دکمه وسطش اون موقع نبود، 2 تا دکمه بیشتر نداشت، بود دکمه چپ و راست داشتش. خب بعد از این برای آذرب شدم. تو آذرب با کارشناس پروژه شروع کردم. 5 سال کارشناس بودم.
البته لول بندیش از کارشناس سه شروع میشد تا کارشناس خبره میرفت. بعد از 5 سال که مدیر بسیار لایقی داشتم که این 5 سال به من آموزش میداد، حتی نوشتنش هم واسه من آموزش بود. واقعیت قضیه چیزایی بود که تو دانشگاهش بهمون یاد نمیدادن. روش مکاتبات، سیاست نامه‌نگاری، اینا همه رو از این مدیرم یاد گرفتم. تا 5 سال تو بعد از 5 سال واسه من درخواست ریاست پروژه کردن و موقع رئیس پروژه بویلر سیک ترکیبی خور شدم. از شبت حضورتون که بعد از ریاست یه مقداری فرآیندم پیشرفت کرده و تونستم به آخرین لول مدیر پروژه توی آذرا برسم که بعد از هلوش 8.5 سال کار کردن و توی آذرا از شبت حضورتون که از آذرا اومدم بیرون و اینجا میرسیم به مرحله هلوش 32 سالگی که فرمودید. خب چقدر عالی و نقطه‌ای. 18 رو شروع کردید، 32 رو تمام کردید. بسیار خب بیاین مسیر رو بچه‌ها بررسی کنیم با هم. عمده مخاطبان ما به دور از بهونه، به دور از حاشیه سعی می‌کنن اون خروجی رو از پادکست بگیرن، اما من سعی می‌کنم براش خودم هم اینجا بگم که اگر ریز بهونه‌های اومد جلوشو بگیریم. مسیر چه شکلی بود؟ مسیر 18 سالگی کنکور، مسیر عمده من جوانان این سرزمین به اصطلاح و دانشگاه. حالا اینجا بر این بهونه دانشگاه ما خوب نیست. من تا الان توی صحبتاتون چیزی نشنیدم که چون دانشگاه من خیلی خوب بود و خاص بود. یعنی شاید اگر دانشگاه اینقدر خاص نبود با تلاش دوچندانی میشد وارد این مسیرش. درسته؟ حتما میشد. ببینین آره اون 2 تا چیز اونجا به من کمک کرد. اونجوری که گفتم یکی خب درس رشته مکانیک بود، یکی اینکه در کنارش من کامپیوتر رو یاد گرفته بودم، شاید خیلی کمک کرد. بعد تو به خلال ضرور شدم پروشگارم موثر واقعش. که این در واقع مسیده رو بریم خیلی جلو دمونه نمیمونه. بعد از اون کارآموزی، یعنی کارآموزی چیزیه که حتی کسی نمیتونه بگه کار نیست، چون کارآموزی رزعن هست و توی کارآموزی یه مقداری شاید اونجا نشون بدن خودشون و باز اینجا اگر بخواین بهونه بیارین به خوب موقع تازه کامپیوتر رو الان چی کار کنیم. بعد فکر می‌کنم الان یه چیزی مثل گوشه وصلی، همونقدر که کامپیوتر رو این رو جذاب بنابراین ویندوز جدید بود، خب الان هم تکنولوژی مثل هوش مصنوعی میتونه همونقدر برای سازمان‌ها جذاب باشه دیگه. پس یعنی این رهبری‌ها هست، همواره هست و شاید بتونید با یک حرکت این مدلی به عنوان یک کارآموز وارد شید ولی مورد توجه قرار بگیرید که خب این خودش یک نکته‌ایه که میشه ادامه داد. بعد از کارآموزی نتیجه اون به اصطلاح خودی نشون دادن تلاش پشتکاره این میشه که یه جا استخدام میشن. تو سن مثلا 31 سالگی رسیدیم در یک جا استخدام. حالا بریم 32 تا امروزی که پیش ما این رو مدیر عامل مقام. بعد از آذرا خب کار مرتبطی که وجود اومده بود، شرکت مسبایی که کریزدارم خدمتتون تازه تأسیس شده بود، کارش تقریبا مشابه کار آذرا بود تو نیروگاه. من از اونجا که اومدم بیرون مستقیم وارد مسبایی و موقع شدم به مکنا بولدر فعلی با عنوان مدیر ساخت. یعنی شاید بخوایم صحبت کنیم یک جورایی دانگرید هم شدم حتی، ولی چیز نبود واسه مثلا ناخوشایند نبود، تازه استقبالم کردم چون به یه چالش جدیدی مواجه می‌شدم، یه کار جدیدی بود، مدیریت ساخت باید انجام می‌دادم، ولی پروژه‌ای که داشتم خیلی‌ام راحت بود، واقعا نخواهم از چیز بگذریم. خب اونجا به مدیریت ساخت شروع شد. 2 سال مدیر ساخت بودم، شاید آنشا پیمانکار رو بودن کارشون رو منیج می‌کردن. بعد از اون مدیر پروژه شدن مجدد و پروژه بود جدید گرفته بودن، پتروشیمی بودش توی شرکت مسبا. مدیر شاید اولین مدیر پروژه‌اش بودم. این ادامه پیدا کرد، تعداد پروژه زیاد شد. خب مشخصا از اینکه تعداد پروژه زیاد میشه و باید گفتار رو بریم تو پی ام بهش میگن پورتفولیو منیجر. من اونجا تبدیل به مدیر طرح شدم. بعد کارهامون تخصصی تر شد، کارهای نفت و گاز اضافه شد که مدیر طرح نفت و گاز شدم. بعد از اون کار معاونت اجرایی و نهایتا معاونت اجرایی. الان هم دو سه ماهی که مدیر عامل این شرکت هستم. یعنی تقریبا میشه گفت پله بالا اومدم و نهایتا الان در خدمت دوستان هستم و با یه تیم رهبری خیلی خوبی که تو شرکت از قبل من بوده داریم کار میکنیم و کار به جلو میبریم. بسیار. یعنی مسیره رو که نگاه میکنیم خیلی نرمال. و نقلی به قسمت اول این پادکست شده بود، بحث این که خب از صفر شروع نشده و مخاطبان شما معمولا از صفر شروع میکنن. این نقده اینجا فکر میکنم تو این قسمت جایز نباشه. از صفر شروع شده این قسمت ما و
به علاوه این که من معتقدم از کسی که حتی از 10 هم شروع کرده میشه یاد گرفت. مگه کم داریم کسایی که از 10 شروع میکنن 10 و 0 میکنن یا 10 و 2 تا گل عقب میافتن. اما جذابیت این قسمت واقعیت اینه که شاید بتونیم الگو برداری کنیم. یعنی اگر من دانشجو میترسم از اینکه به رایگان جای کار کنم و بگم خب کارآموزی یه سری کلمه ناخوشایند براش بیارم یا مثلا نباید برم، نه، کارآموزی میتونه شروع مسیر من باشه که تهش میشه مثلا مدیر عامل شرکت با بیش از 1000 نیرو. و در ادامه بترسم از اینکه از سازمانی که هستم نقطه امنم جابجا کنن. حتی اشاره کردن دانگرید شدن و یه مقداری هم مثلا اون لول شاید اومده باشه پایین، درآمده شاید اومده باشه پایین و این ترس نباشه، یه ذره چشم انداز رو دورتر داشته باشیم و خلاصه صحبت این که واقعا این الگوها رو ببینیم و الگوها رو باز کنیم. بریم سراغ سوال بعدیمون. خب ما توی یوتیوب که به شهریوری معمولا روندمون این شکلیه که یک فرد مثلا مدیر عامل رو میاریم و سعی میکنیم یک فرد مثلا رئیس کارخونه، صاحب کارخونه و یا همچین تقابلی رو ایجاد کنیم. ولی سوال داریم این شکلیه که میگن قبل ما گفتم علم بهتر و ثروت. الان سوال ما اینجا اینه که کارآفرینی یا کارمندی، یا بهتر بگیم مؤسس بودن یا مدیر عاملی؟ نظر شما؟ مطمئنا کارآفرینی و مؤسس بودن حتی میتونم میگم 10 تا لول بالاتره، از قابل احترام‌تره از کار مدیر عاملی و در حقیقت ادامه کار در یک شرکتی که تأسیس شده. اون کلی خلاقیت و نوآوری و از شرط حضوراتون که ریسک پشتش خوابیده، این طرف نه، مطمئنا این چیزا نداره. این جفت کارا سخت داره، ولی به نظر میاد کارآفرینی و مؤسس بودن خیلی لول احترامیش، لول ریسکیش، همه از هر نظری فکر کنین خیلی بهتره. خب شما خودتون ورود خواهید کرد به این مسئله یا کردید؟ یا من واقعیت قضیه اینی که نکردم. از شرط حضورتون با توجه به فرآیندی که توضیح دادم احساس میکنم بعضی تغییراتی که تو همین شرکت فعلی هستش نتیجه کارهای منم بوده. مطمئناً همه تیم درگیر بودن، ولی الان دو سه تا ایده‌ام داشتم راستش رو بخواین استارتاپی تو ذهن خودم، ولی تقریبا مرتبط به کارم نبوده. انشالله یه روزی که از شاید فکرم چیز در شد، آزادتر شد، حتما این کارو بکنم. مطمئن نیستم توش موفق باشم، چون میگم توش کلی چیز قویده، کلی این نوآوری اینا قابل سخته. یعنی میشه براش کنیم یه مدیر خوب، یه مدیر موفق میتونه یه کارآفرین ضعیف باشه، میتونه. بله فکر می‌کنم یه کارآفرین خوب بتونه مدیر بدی باشه واقعا. ممکنه. بعد ما امتحان سوال داریم در اساس این دیالوگی که شکل گرفت، فکر می‌کنم جوابش جالب باشه. حالا در امتحان می‌پرسیم یه جمله قشنگ آقای شهریاری صبح من از شما شنیدم توی سمینارمون، فرمودید ما صحبتمون در رابطه با مثلا مدیر و مثلا مدیر میانی این مسائل بود، منصب‌های کارمندی، اما شما گفتید برای همون منصب‌ها هم نباید کارمند بود. و این جمله برای من حداقل قشنگ بود. برای فکر می‌کنم هر کسی که بخواد وارد این مسیر بشه قشنگه. یه ذره این جمله این که چطور به کارمندی هم نباید کارمند بود و بازش می‌کنه. ببینید من سرم عرض کردم اگه یه نعمتی خداوند به آدم داده، این قدرت هوش و تفکر و در حقیقت ارتقاست. اگه کارمند رو به این معنی بگیریم که آقا من یه جایی نشستم قشنگ توی سیف ساید قرار دارم و هیچ قرار نیست تغییری به من خیلی راحت صبح میام شب میرم این حرفا، این در حقیقت از بین بردن نعمت‌های خداونده. وقتی که میتونیم هر روز یاد بگیریم، وقتی میتونیم هر روز باعث پیشرفت خودمون، مهمتر از اون حالا خودمون رو فراموش کنیم، باعث پیشرفت اطرافمون بشیم. و همیشه احساسم اینه اگه تو کشور خودمون الان نقطه ضعفی وجود داره، ایرادش از خودمون شروع میشه. اگه خودمون شروع کنیم از همین قانون در حقیقت باتم آپ اگه استفاده کنیم، کم کم این پخش میشه، خیلی جای بهتر و بهینه میشه. بنابراین کارمند بودن با این فکر که من یه جایگاه امنی دارم، صبح کارت میزنم شب کارت میزنم، آخر سر یه حقوق میگیرم، یعنی زندگیمون رو ارزون فروختیم. هیچ وقت توصیه نمی‌کنم با این دوستانی که من امروز تو کنفرانس دیدم، دوستان جوان قبلا دیده بودن دانشگاه مختلف میاد، اصلا توصیه نمی‌کنم که به فکر کارمند بودن، به فکر اینکه جایگاه مطمئنه، اصلا به این فکر نباشیم. تو هر پوزیشنی که میگیم، حتی ساده ترین سطح پوزیشن، باید پیشنهاد بدیم، بعد اطرافمون ارتقا بدیم، بریم جلو. حالا این میتونه تو سطح کارشناسی وقتی با این صحبت می‌کنیم دیگه خیلی نمودش بیشتره، اینکه بشینیم بگیم آقا همینی که هست، این بدترین حالت ممکن. همینه که هست اصلا تو زندگی آدم لازم وجود نباید داشته باشه. این هست باید بهترش کنیم.
اگه این فرآیند رو در پیش بگیریم، اون وقت اون جایگاه امن تقریبا بی‌معنی میشه. جایگاه امن وقتی تولید میشه که هر روز فکر جدید داشته باشیم، هر روز پیشرفت داشته باشیم. اطرافیان هم وقتی ببینن پیشرفت، یعنی یک فکرهای جدیدی، پیشرفت‌های جدیدی وجود داره. الان عصر مدیریت هم واقعیت قضیه عوض شده. اون که سانسور میکردن، نمیذاشتن کسی حرف بزنه، میگفتن نظر فقط نظر مدیر بالادستیه، واقعیت قضیه من میبینم تو خیلی از شرکت‌ها این روش از بین رفته. حداقل تو مفهوم اصلا وجود نداره. تقریبا ما هر روز با بچه‌ها جلسه می‌ذاریم. خیلی از دوستان ما دهه 70 و دهه 60 زیاد بودن، ولی دهه 70 زیادن. چت ارتباطتون به همشون هم گفتم اولین دهه 80 که لیسانس گرفته باشه استخدام کنن تو شرکت و یه جشن بگیریم. همشون دو تا توصیه بهشون دادم که اولا خودتون سانسور نکنی، دوما ایده‌تون رو تا اونجایی که فکر می‌کنین درسته روش وایسین و پافشاری کنین. براستی که به نتیجه برسونید. در حالی خواهش می‌کنم از همتون کارمند نباشه. خب فکر کنم فرصت خوبی هم باشه. الان دهه 80 یا خود 80 پارسال فارغ التحصیل شد. اگر روز مخاطبین محسن کامل اینجا شد، من امروز فکر می‌کنم 78 امروز که فکر می‌کنم 78 تو شرکت دل، ولی فکر می‌کنم هنوز 79 و 80 نداریم. نه جاش خالی شده. افتش دیوده چه خودمون پیش شد. خب بریم سراغ یه مقداری سوال مدیریتی تر. حالا من دوباره بخوام این قسمت هم نگرش خودم راجع به این مسائل بگم. واقعا بحث همینه. یه وقت هست من یه توان کارآفرینی رو ندارم یا نمیخوام الان کارآفرین شم، به عنوان یه کارمند واقعا میتونم کارآفرین باشم. من شما خودتون گفتید من کارآفرینی کردم، اما تغییرات مفاهیم یک بخشش تاثیر داشت. یعنی دیدی میشه گفت یک کارمند که کارآفرینی کرد. پس این کارام خودمون میتونیم حتی به هر دلیلی نمیخوام، روحیتمون نمیخوره، میتونیم در اون یک کارشناس فروش بودن یه کاری کنیم که کارآفرینی باشه. آقای شهریاری، چند نیرو به طور مستقیم زیر نظر شما کار میکنن و یه عدد حدودی از درآمد ماهیانه مجموع این نیروها؟ این تعداد نیروهایی که تو متن بویلر مشروع بکنن اولوش 1175 نفر، الان نزدیک زیر 1200 نفره. تعداد نیروهایی که مستقیم با من کار میکنن اولوش 19 نفره. معاونین مدیران ارشد ما هستن که پیش ما هستن. متوسط درآمد دوستان خب خیلی متنوع. میدونیم ما شغلایی که تو متن بویلر داریم هم شغل‌های در حقیقت از طراحی، یعنی از توسعه شروع میشه، طراحی داره، تامین و اجرا داره، ساخت داره، نصب داره توی سایت ها و بعد راه اندازی و بهره برداری. درش خیلی متفاوته. بخوام اینم متوسط حقوق بگیم شاید دقیق نتونم بگم، ولی تو همه اینجا هستش. اجازه متوسط حقوق نگم چون بر اساس رده-های استخدامی فرق میکنه. بریم سراغ سوال بعدی. آقای شهریاری، اگر برگردید همون امیرکبیر پلی‌تکنیک 19 سال 20 سال کنکور رو دادید و دانشجویید و کارآموزی اول هم رفتید، کارآموزی دومه که تاثیرگذار بوده هنوز نرفتید. فکر می‌کنید مسیری که پیش میرید چقدر با این مسیر متفاوته؟ از نظر منابعی و سرمایه‌ای همون جوان 19 20 ساله‌اید، ولی یه سری از تجربه‌تون رو همراهتون بردید. مسیرتون همین خواهد بود یا مختلف؟ نه، یه خورده تغییر میکنه، ولی رو قسمت اولش کاملا همین مسیر رو خواهم رفت. یعنی اینکه بیام دانشگاه به تنهایی خیلی خوبه، ولی بعد با یه جایی که آدم به صورت اکچوال کار میکنه تک میشه. منطقه وقتی اکچوال هم کار کردیم بعد از 6 سال 7 سال شاید واقعا برنامه بود نشد. بعد از 6 7 سال اون موقع است که آدم بعد یه برگشت بزنه، یه کارشناسی ارشد و دکترا حالا در زمینه کاری که یاد گرفته، کاری که علاقه داره بگیره که از نظر آکادمیک هم بتونه در حقیقت اون مسیر پیشرفت و شغلش استفاده کنه. این قسمت خلل در حقیقت کار منه که ولی الان دارم سعی میکنم پروش کنم. از خیلی وقت پیش هر وقت فرصت میکنم یه سری کتاب و مقاله ها و اینا رو میگیرم، مطالعه میکنم، سعی میکنم خودم به روز نگه دارم. احساس میکنم که به روز بودن من باعث میشه بچه‌هایی که به من کار میکنن خیلی سال از تحصیلشون گذشته، باعث میشه اونها هم یه هیجان و شروع واسه یادگیری داشته باشن که هیچ کدوم هنوز اونها بالا نرفته که یاد نگیری، باید یاد بگیری. یعنی فرمودید کارشناسی رو گرفتید، کارآموزی رو رفتید، 5-6 سال کار، ولی اعتقاد دارید که یه گپ باشه، یه کاری بکنید بعد باید دید بازتر رو بیاین ارشد. درسته؟ این دقیقاً یه 5-6 سال کار اکچوال انجام بده، یه خورده دانش لیسانس رو با کار اکچوال ترکیب کنه، علاقمندیش رو پیدا کنه، یه دوره کارشناسی ارشد حالا و یا دکترا در ادامه بخونه، بعد دوباره کار اصلی رو شروع کنه ادامه بده. این نتیجه خیلی هم داره که بعد از معمولا ببینید از یه سنی که بالاتر میرید
مثلا حتی فکر کنم تو تمام کشور دنیا اینجوری از این سنی بالاتر انسان اونایی که تجربه دارن خیلی خوب میشن برای آموزش، خیلی خوب میشن واسه مشاوره دادن. اون موقع اگه بک‌گراند علمی حالا کارشناسی ارشد و دکترا داشته باشن خیلی راحت میتونن تجربه و مدرک رو داشته باشن، اثر آموزشی مثلا سن 55 سال به بالا شروع کنن، چه تو دانشگاه چه شرکت‌های صنعتی به عنوان کوچ و مربی این حرفا خیلی قشنگ میتونن کار کنن. این یه فرهنگیه که این تو کشور ما این شکلی نیست متاسفانه و چقدر بد که نیست. ما مدرسه رو میریم کلاس 6 مثلا میشه هفتم میشه 12 کنکور کارشناسی، یا همون سال میریم ارشد یا فرمانن دیگه خیلی چقدر جذاب‌تر میشد. یعنی من حداقل چیزی که میدونم تو خیلی از کشورهای دیگه خیلی بابه کارشناسی رو میگیرن 3-4 سال کار رو میکنن بعد ارشد و اصلا فضای ارشد حداقل چیزی که من میشنوم از دوستان ارشد میطلبه که انسانی باشید که زمانی که آموزش میاد تو ذهنتون تطبیق بدید با چیزی که تو کار دیدید. یعنی این اصلا آموزش رو تغییر میده. ما تو خیلی از آموزشی که اصلا برگزار میکنین میگیم این آموزش رو امروز میبینید میرید یه کاری انجام بدید 6 ماه دیگه همین رو دوباره ببینید. این تغییر ذهنیت اصلا آموزش انگار یه مدرسه دیگه یه مبحث دیگه در این اگر اتفاق میفته خیلی جذاب بود و خودمون میتونیم دسته این کار رو بکنیم بریم کارمون رو انجام بدیم 2-3 سال بعدش برگردیم ارشد رو بگیریم و بعدش هم اگر خواستیم ادامه رو برای دکتر. خب سوال بعدیمون یه مسیر شغلی حدوداً 30 ساله دارید امروز، یعنی اگر نگاه کنید از 20 مثلا تا الان این 50 حدوداً بذارم به فصل خیلی فرمایشات کنید این مسیر شغلی 30 ساله تو مسیر چه نقطه بیشترین اون فشاره بوده و واقعا بخوایم خودمونی بگیم کم آوردید و اذیت شدید و خواستید ول کنید اصلا پیش اومده همچین لحظه ای؟ آره تو کارهای اجرایی معمولا خیلی زیاد پیش میاد، مثلا کارهای اجرایی تو کشور ما شاید خیلی سخته به خاطر موانعی که داریم، حالا تحریم‌ها یه طرف، قوانینی که به شرکت‌ها دقیقاً تحمیل میشه یه طرف دیگه، خیلی جا هم شاید کمک به شرکت‌های صنعتی نباشه بلکه در جهت عکس باشه. حالا مثلا معمولیش میشه شوبلای چرخ میکنه شاید این شکلیه. خیلی جا باعث شده که من با خودم فکر کنم که اصلا چرا به این مسیر رو میرفتم، ولی خب نهایتاً با حالا روش‌های حل مسئله اینی که توی این فرآیندها تو مطالعات یاد گرفتیم جلو رفتیم، ولی شاید فکر کنم یکی از سخت‌ترین قسمت‌های بخش‌های زندگی من بخش اخیر 2 سال اخیر میشه که واقعاً سخت‌تر شده نسبت به سال‌های قبل. تیمش به تفکرات بهتر، راه‌های بهتر و حمایت‌های بیشتری داره. قطعاً. بسیار عالی. خب ما بریم سراغ چند تا پرسش و پاسخ کوتاه، حالا یا تک کلمه‌ای یا یه جمله‌ای. من سوالو میپرسم حالا شما کوتاه به ما جواب بدید. خب سوال اول از پرسش و پاسخ کوتاهمون، صبح چه ساعتی بیدار میشید؟ صبح اگه اتفاق خاصی نیفته بیشتر روز ساعت 5 بیدار میشم. همین دیگه قرار تک جمله جواب بده. چقدر صبح زود بیدار شدن رو عامل موفقیت؟ چون خیلی دیگه میگن، یعنی خیلی گفته میشه صبح زود بیدار شدن حدش واقعا صبح زود بیدار شدن اینقدر خوبه یا نه؟ این فکر نمی‌کنم واقعا بگه با هر کی صبح زود بیدار میشه موفق میشه و بالعکس فکر نمی‌کنم همچین قانونی باشه. منطقه چون نحوه کار کرده ما اینجوری بودی که از اول وقت باید شروع می‌کردیم کار کردن، باید پا می‌شدن، باید اول وقت کار می‌کردم و ادامه میدادم. ولی خیلی دوستانو میشناسم که صبح اول وقت پا نمی‌شن ولی موفقن. بسیار. چند ساعت به طور میانگین تو روز کار می‌کنی؟ حداقل فکر می‌کنم 12 است. یا خدا. یه ذره ازش توضیح میدید این 11 ساعت؟ ببینید از صبح ساعت مثلا 7:30 معمولا کارو شروع میکنم، حالا مسیر و این حرفا رو فراموش کنین. بعد از ظهر تا ساعت 7 6:30 کار میکنم، منتها خب به خاطر این ترافیک اینا برسیم خونه 8. ولی خب تو خونه هم مذاکرات تلفنی و موبایلی و این حرفا، بعضا هم فکر رو مطالعه ادامه داره. یعنی ورزش مورد علاقتون؟ من ورزش هیچ وقت دوست نداشتم، بازی دوست داشتم و حالا بیشترین بازی کردم میکنم شاید پینگ پونگ. و قبل سوال آخرمون در رابطه با ساعت کار زیاد، تعادل کار و فضای بیرون کار خانواده تونسته برقرار شه یا به نظرتون خیلی آسیب زننده است این کار؟ این که کار که زیاد میشه مطمئنا آسیب زننده است، ولی این که گفتین صبح زود برسه موفقیت، من یه جمله اینو دیگه تقریبا مطمئنم صبح زود مطمئن نبودم.
خانواده خوب داشتن، حالا خانم خوب داشتن، خانم پدر مادر خوب داشتن، این واقعا آیتم موفقیت میشه. به وقتی شما خیلی کار میکنی بعد تمام سختی زندگی یکی دیگه بر عهده میگیره، این خیلی مهمه. تا اینکه قرار باشه نصف فکرت هم پیش خونه باشه، مطمئنا اون 12 ساعتی که میشه 6 ساعت. خیلی خوب کار کنی 6 ساعت کاری 6 ساعت فکر میکنی. ولی واقعا اینکه خانواده خوب، خانم خوب، این حرفا خیلی موثره تو موفقیت. این تیکه رو ما کراب کنیم تحلیل دیرش بخونه. قشنگترین جمله بیت شعری که دوست دارید این؟ آره واقعا من زیاد آدم عربی نیستم، خیلی دوست دارم گوش میکنم شعر اینا رو، ولی اینکه حفظ کنم نه. چند وقت پیش از یکی از این اساتید شنیدم، فکر میکنم بی ربطم نباشه، جمله از آلبرت کامون گفت اون روزی که انسان‌ها بفهمن چجوری به رنج‌هاشون تنها بمونن و یاد بگیرن که چه شکلی از به حقیقت مشکلاتی که به وجود میاد فرار نکنن، اون روز دیگه چیز زیاد واسه یاد گرفتن باقی نمونده. بعضا خیلی جمله خوب بود، خیلی به بعد این روزای ما میخوره. ترانه جلو پاک نکردن صورت سوال به عبارت. البته مشکل دیدیم نمیم سراغ یه چیز راحت، همیشه اولین گزینه کار راحت تر نمیدونه، هم تو زندگی شخصی کارینا این اتفاق همیشه میفته. سال آخرمون سوال و در واقع نصیحت میگونم آدم اهل نصیحتی نیستید از جواب های مقطعی و دقیقتون مشخصه، اما یه توصیه به دانشجو، چون مسیرتون دانشجویی بوده از لحظه دانشجو استفاده میکنم، به دانشجوی ابتدای مسیر در مورد حرف دلی که اگر مثلا یه تعدادی دانشجو جلوتون بشینن دوست داشته باشین این حرفو به این نسل منتقل کنید، این نکته رو قالب بود جمله پایانی این پادکست و ویدیوکست میفرمایید. آره ببین یه فرده قرض بگیریم همون جمله آقای آلبرت خان. واقعیت قضیه اینه که الان میدونم مشکلات خیلی زیاده از همه طرف، بعد ناامیدی هم ممکنه به وجود بیاد، ولی این که تا اتفاق میفته فکر کنیم که میتونیم رها کنیم بریم، این به نظر من اشتباه ترین کاره. بچسبیم کسی حق نداره جلوی ما رو بگیره. تو مسیر پیشرفت خدمتتون عرض کردم اگه تلاش کنی، اگه ایده داشته باشیم، راههای پیشرفت خیلی زیادی هستش. میشه سخت‌گوار رو زد کنار، ولی بس شاید ساده‌ترین کار این باشه که یه کار دیگه کنی. حالا زیادم خوشم نمیاد از اون کلمه استفاده کنم. برای توصیه میکنم که یه خورده تحمل کنید. به وجود شماها میشه این کشور رو، با وجود شماها ماها میتونیم کشور رو بسازیم و خوب نگرش داریم. این دومین قسمت ما، آخرین جمله قسمت اول ما آقای صادقیان در رابطه با همین مسئله ما صحبت کردن و با جمله سفر چرای من تموم شد و فکر میکنم این پادکست هم واقعا میتونه با جمله سفر چرا، حالا ادامه‌شو نگیم میخواد در سرساز شه، اما واقعا سفر چرا اگر بتونیم کاری کنیم. مرسی به دیرم از هم صحبتی با شما. ممنون رو این دست همگی دادم. بدرود کنن یسر. خدا حافظ شما.